سلام عرض میکنم عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سروران گرامی، من چندی پیش یک ویدیو آپلود کردم در پیج اینستاگرامی خودم در خصوص با مبحث هشدار در خصوص بحث واردات و اساساً قیمت هایی که در برج 10 و 11 احتمالاً تجربه خواهیم کرد. سروران من، عزیزان من، کامنت های بسیاری واسه من اومد که چرا این حرف رو میزنی؟ چرا شانتاژ میکنی؟ چرا تحریک میکنی؟ نه سروران من، نه، بحث تحریک و شانتاژ نیست. ببینید، اساساً اظهار نظر رئیس کمیسیون صنعت مجلس مبنی بر طرح واردات خودرو که از بنیان یک طرح بی اساسی بوده اعلام شده. اخبار هستش، در آرشیو میتونید مراجعه کنید و ببینید. طرح بعد از کلی کش و قوس بین مجلس و دولت، مجلس، شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام، کلی پاسکاری شد. 2 سال طول کشید. بعد 2 سال با همه جوانبش این طرح انجام شد، امضا شد، تصویب شد، به دولت ابلاغ شد. دولت الان بالغ بر 5-6 ماه هستش که آیین نامه اجرایی این طرحی رو که 2 سال صیانتش رو به عهده داشت، 2 سال عهدهدار انجامش بود و 2 سال به عنوان پرچمدار خدمت به مردم ازش یاد میکرد، 5 ماه آیین نامه اجراییش رو صادر نمیکنه. سرباز زدن دولت از این موضوع میدونید برای چیه؟ زیر ساختش وجود نداره. اولیش ارزه. ارز برای واردات خودرو، تاکید میکنم ارز برای واردات خودرو، باز تاکید میکنم ارز برای واردات خودرو نیست. برای موارد دیگر من کاری ندارم. زیر ساخت این کار وجود نداره. بحث نمایندگی هاست، خدمات پس از فروش هستش، 1001 داستانه که اساسا به عنوان زیر ساخت واردات یک خودرو به کشور. بعد وقتی به صورت مولتی برند قرار شه واردات انجام بشه، مثلا تویوتا، پورش، فلان بهمان وارد بشه، خب همه اینا باید نمایندگیشون بیادش دیگه. خب ما تحریمیم، اینا به ما نمایندگی نمیدن. چه بکنیم؟ چجوری واردات انجام بدیم؟ یه ذره فکر بکنیم به این قضیه. از کنار همینا که بگذاریم، اخیراً خودروساز داخلی که میدونی همیشه به صورت آکورد تو بازار ما تأثیرات جدی هم داشته، اومده و درخواست افزایش قیمت کرده. طبق معمول خودروساز در حال ضرر ما، این صنعت متضرر ما در 44 سال گذشته که همیشه ادعا کرده متضرر هستش و همیشه ادعا کرده ضرر داره، باز هم مدعی هست که داره ضرر میده، قیمت ها باید بره بالا. کماف سابق همون داستان همیشگی، سناریوی همیشگی. شورای رقابت اومده گفته نه، تکذیب کردن، اما 4 سال دیگه قیمت ها افزایش پیدا میکنه. میگید نه، نگاه کنید. خب همه این مواردی که کنار هم میذاریم، بعد بحث قیمت های خودروهایی که قرار وارد بشه، بحث رنج خودروهایی که قرار وارد بشه، همه داره کنار هم میذاریم. یه سوال کوچولو فقط بمونه، خودروساز داخلی اون موقع جاش کجاست؟ من، امثال من، همکاران من، همه عزیزانی که در این سن فعالیت میکنن، به همشون احترام میذارم، به شما هم همچنین مردم خوب عزیز. باور کنید به خداوندی خدا، ما از خدا میخوایم که واردات انجام بشه، قیمت ها در سطحی بمونه که قدرت خرید بالا باشه، حجم فروش ما بیشتر باشه. شما تصور کن الان به این باب مثال من یک ماشین رو بخوام برای شما عرض بکنم، سانتافه 0.5 میلیاردی افسانه بود. یه روز به شما میگفتن سانتافه 5 میلیارد افسانه است. دست منه؟ نه به خدا. دست شماست؟ نه والا، دست بنده و جنابالی نیست. 1000 تا دلیل پشت پرده داره که من میام اینجا صرفا به جهتی که عزیزان شما جا نمونید از بازار. متوجه باشین. به خدا به خدا به خدا این قبری که بالای سرش نشستیم گریه میکنیم بحث واردات خودرو، هیچی توش نیست. اینو مطمئن باشید. شک نکنید نزدیک به عید که بشه 2 مرتبه دولت میگه آها وارداتش رو الان اینجوری میخوام آزاد کنم، دوباره یه سیستم شعاری دیگه، دوباره شعار درمانی دیگه، 2 مرتبه بازار. به همین حالی که 2 سال گذشته بوده. من صرفا توجه میدم، نظر شخصی رو عرض میکنم. ممکنه چالش هایی هم برام داشته باشه.
ولی صادقانه عرض میکنم موظف هستم به عنوان کسی که با شما ادعا میکنم صادق هستم حتما اطلاعات رو براتون برسونم. امیدوارم که مقبول درگاه شما باشه و بدونید که من تو تیم شما هستم. مردم عزیز، مقابل شما نیستم. بدرود.